آقای محترم آرام باشین. من فقط میخوایم اظهارات ما بتون سرکس تهمت نکنی. تهمت چی آقا؟ اعلام کن. ببی تو نمیتونی بالای نامزدم تهمت کنی. با کس اجازه نمیتم. سیبل او قسم دختر نبوده. فهمیدی؟ من میخوام اظهارات میتم. چی کردم میتونی؟ نه پدکدارته. صبر گاردا. بی‌تربیه گفتی؟ خواهش میکنم این از اینجا ببرین. اگه ازش شکایت میکنم. درست اگه میخوای حالا ما شکایت کن اما گپره که زدی پس بگی فهمیدی؟ لازم نیست یادم بده چی قسم اظهارات بتم. حسابی کارت خود دادی دختر شیشه. اعلام چی میکنی؟ بیرون برو لطفا. میشه بیرون شوی نمیخوام چهرهت ببینم آدم احمق. یک دفعه بشنو. با تو و خانوادت ثابت میسازم که نامزدم من دوست دختر پدرت نبوده. این دیوانه شده فقط که نامزدش پدر من از پایین برده. در اصل من باید از شما شکایت کنم آقا. من از تبانی ساختین باید شدین او گپا رو بگویم. باز وقت نامزد او دختر آمد پای خدا پس کشیدین. خانم محترم امی درد ما کافی نبود که حال ما را با هم دشمن ساختین. کاش که امرای وکیل خود می آمدم. اگه سوالاتتون خلاص است میخواییم که برم. زندگی سرت باشه. درست بعد عمر تا حال منتظر ما بودین؟ خانم بیادر تا هنوز آماده نشده. اوه ملکه همیشه دیر میکنه. کدام پیشرفته هست؟ راستش عمر پیشرفته نیست. ای که چی وقت معرفی شدن، چی وقت ملاقات کردن، چی با سرشان آمده. خانواده و آدم چیزی را نمیفهمه. 12 شب از محفل بیرون شده. معلوم نیست که سیبل چند وجه رفته. دقیقه آدم یک نفر را دستگیر کردیم اما او هم چیزی را نمیفهمه. او آدم تمام شب سر کار بوده. عمر بیادر ما به سیبل شک ندارم. او جزء اعضای خانواده ما بود اما با خاطر حل موضوع باید هر احتمال مد نظر بگیریم. چه قسم ورد بگویم؟ خب اگه با او آدم کدام رابطه داشته باز او وقت بیادر بهتر سی گپ نگوی اگر خفه میشم. شیر بچه ما نمیخوایم تو را پریشان بسازم. نمیخوایم قلبته بشکنان و ما احتماله مد نظر گرفته باید از سوال میکردم. قسم سوال نکن بیادر. سوال چی؟ او دختر نامزد ما بود قرار بود همراش عروسی کنم. تو چی میگی؟ درست است شیر بچه درست است اما انسان اشتباه میکنه. تو دوان بودی شاید دختر را درست نشناختی. بیبی ما یک عمر است که امروز ملکه یک جای زندگی میکنم. هنوزم کوشش میکنه بریم دروغ بگویه. ما از دل هیچ کس خبر نیستیم. شاید کدام مشکل داشته. شاید چیزی را از تو پنهان کرده. شاید به این دلیل با اون نفر. بیادر نمیخوایم همراه مدهی باره گپ بزنی. بازو ضرورم نیست که گپ بزنیم. ما و سیبل منتظر روز عروسی خود بودیم. سیبلم ایران میخواست. ما مطمئن هستم سیبل او قسم دختر نبود. درست است شیر بچه. نتایج معلوم شوه کل ما راحت میشیم.
بیادر، به خاطر که متوجه من هستی تشکر میکنم. بیازه هر کس یک چیز میگه، ولی از خدا کوشش که تو هم دیگه این گپا رو برام تکرار نکنی. درست است. هر قسم که تو بخوایی. ما قربان بیادر میشم. تو را خفه ساختم. بیادر، تو جان من هستی. بیشتر از هر کس تو خوبی مرا میخوایی. اما تو هم برام اعتماد کن، چون بسیبل اعتماد دارم. درست است. وقتی که تو میگی پس درست است. بیا از اون قسم فکر میکردم. در پایین منتظر هستم. زود باش دخترم، دیر شده، بیا دیگه. بچیم زود باش، دست بالا که بیدی بپوش دیگه، زود نکو یک دانیم. بوتایتان بپوش، زود باش. راستش هیچ خوب نشد مادر. بجایی که داغوش یک پیرمرد 60 ساله از بین بره، بهتر بود غذای سگای کوچه شود. حالا هم باید به فاتحیش بریم. پس تو با این نیت هیچ نرو دخترم، به خاطر که دعایت قبول نمیشه. نه خیر مادر، دلم میسوزه، سر عمر خم ساخت. اما باز میبینیم حسین کل چیز ثابت میسازه. اصلیت او دختر آشکار میسازه. او دختر رسوا خواد شد، باز ببینیم. استغفرالله، توبه. حسن، تو اینجا شیشتی چی میکنی بچیم ها؟ زود باش پیش مادر کلانت برو. دمت زود باش دخترم. آمدا. دمت دخترم، یارایش به خاطر چی است؟ چی میگن مادر؟ آرایش چی؟ دختر جان، ما به عروسی نمیریم، به جنازه میریم. زیاد خورایش نکردیم. به پدرتم همی قسم بگو. شما خود گفتین که پدرم نمیایه. ده بیرون است. مادر کلانت گفت هر قسم که میشه پشت ما بیا، او هم گپش گوش کرد. حال ده بیرون است، برو برش حساب بده. پاک و لبایته. عجله کو دمت. پاک شد؟ پاک شد. میکبتان پاک و زود باش. پاک میکنم، زیاد چیخ نزنین. بریم بچیم. خانواده منزل بالا و مرداده منزل پایین. فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم. زندگی سرتون باشه. زنده باشین. زندگی سرتون باشه. زندگی سرت باشه بچه. زندگی سرتان باشه. خداوند مغفرتش کن. تشکر. خداوند مغفرتش کن. عمر، با ما یک وعده بده. کسایی را که ما را در ماتم شانده پیدایش میکنی. وعده میتم. دخترها کل چیز باید آماده باشه. زرین خانم به نظر میره خوش نداره. جانم گلاسا و بشقابا خالی نشن. فهمیدی؟ متوجه باش. درست است؟ متوجه هستم. باور کنین زیاد جگرخون شدیم. خداوند برتان صبر ببخشین. با اجازهتان پس میایم. خواهش میکنم. یک چیزی را میپرسیدم. خاله زرین پایین میایه؟ نه خیر، گفتم نیایه. روبرو شدن با مردم فعلا برش هیچ خوب نیست. نمیفهمه که سر پدرم عصبانی شوه یا ماتم بگیره. کاکا طاهر، زندگی سر ما باشه. زندگی سر ما باشه. زنده باشین. چی حال دارین کاکا طاهر؟
خوب هستم. بعد از جنازه مانع اشکای خود شده نتونستم. راستش بیشتر از یک برادر ما یک دوست خود از دست دادیم. چطور بودم میتونم؟ قلبم میسوزه. این کار بدترین خیانت است به یک خانم. فکر کده چی حالت از بین رفتن. میگن زیاد وقت میشد که دوست دخترش بوده. دخترم معلم مکتب بوده. خدا هر دویشانه شرمان. آفرین خانمش، آفرینش. دلم برش میسوزه. جوری خانم میشه لطف کنین امرین بیایی؟ زندگی سرتان باشه دختریم. ببینین جوری خانم، اجازه نمیتم سر پدرم تهمت بسته کده مادر من پریشان بسازین. الیف جان تو غلط در کردی. من بسیار خوب فهمیدم جوری خانم. این خو میفهمین در خانه مرددار غیبت جایز نیست. پس لطفا ما را پریشان نسازین. معذرت میخوایم، اتاق کم گدود است. بعد از آمدن پلیس ها مصروف جنازه شدیم، فرصت نیافتم که اتاق منظم کنم. فاطمه خواهر، این آمدم. بگرد. بیادر یک چیز پیدا کردیم، زود خدا اینجا برسان. درست اسمیه. خانم الیف، بفرمایین. زندگی سرتان باشه. زنده باشین. میبخشین من شما را نشناختم. الماسا کجاستن؟ نفهمیدم. تکرار میکنم، الماسا کجاستن؟ آقای محترم بشت خورو. بیا اینجا بشی. بشی گفتم. جیغ نزن. آرام باش. آرام باش. الیف خانم،
پدرتان الماسای ما را دزدی کرده. حال ما اونا را میخواهیم. کدام دوستی؟ شما متوجه هستین چی میگین آقا؟ الماسای به ارزش 110 میلیون لیره، یعنی الماسای ما خانم الیف. تمام پولش پرداختیم، اما پدرتان مالای ما را نداد. حالا که شما وارثش هستین، شما باید بپردازید. شما کی هستین؟ امروی پدرم چی کار داشتین؟ هیچ نمیفهمم، اما من از الماس خبر ندارم. الیف خانم، شما ما را نشناختین، اما ما شما را خوب میشناسیم. آقا احمد کارهای خدا توسط شما انجام میداد. شما یک جواهر شناس با تجربه نیستین خانم. هر روز انواع و اقسام الماس ها را میخریدین. باور کنین من کدام الماسی را ندیدیم. الیف خانم، پدرتون کارهای خدا به شما نسپرده بود؟ ها؟ خوب فکر کن، شاید یادت بیاید که الماسای ما کجاست. ببینین این رقم بسیار زیاد است. اگر پدرم این معامله را انجام داده باشه من خبر میشدم. باور کنین. بیبی دختر چی میگم؟ انتخاب به دست تو است. یا الماسای ما رو پیدا میکنی یا خانواده تا از بین میبرم. فهمیدی؟ من میرم سنه را صدا کنم. او همیشه در شرکت بود، حتما خبر دارم. به هیچ کس دی بارا چیزی نمیگی و هم چیزی نمیپرسی. یادت نره بدون ای که به کس چیزی راجع به ما بگویی او الماسا را پیدا میکنی دختر. ای به فایده کلتان است. فهمیدی چی گفتم؟ حتی به مادرتم چیزی نمیگی. فرض کو پیدا کردم، باز الماسا را کجا بیارم؟ آسان است. اول پیدا کو، باز ما پیشت میاییم. الیف؟ ما شوخی نمیکنیم. اینجا چیه پس؟ زرین خانم زندگی سرتان باشه. خداوند براتان صبر بده. الیف خانم، به امید دیدار. با اجازهتان. اینا کی بودن؟ یکیش چرا پیش دروازه ایستاد بود؟ دوستای پدرم بود مادر جان. با فاتحه آمده بودن. الیف، تو به جوریه خانم چی گفتی؟ اگه حق به جانبان بودی نباید تو میگفتی. زود باش، حال باید پایین بری. خواهش میکنم از این بیشتر به ما مشکل خلق نکو دختره. درست است مادر جان، شما برین من میایم. الیف، تو خوب هستی؟ الیف، دست نزن. الهشکو دست نزن. معذرت میخوایم مادر جان، شما برین ما چند دقیقه بعد میاییم. درست است؟ لطفاً برین. درست است؟ عمر بگو چی شده؟ تصاویر ویدیویی جاده آقوا آمد. کسی دیده؟ نه خیر، امی که گفتن تصاویر میایم و با تو خبر دادم 5 دقیقه پیش به ما تسلیم کردن. آفرین. اردا، گزارش مکالمات آمد. خب چی فهمیدی؟ هیچ چیزه. نه سیبل به احمد زنگ زده و نه احمد به سیبل زنگ زده. میفهمیدم. هم بریم ببینیم که در تصاویر چی هست. من در پایین هستم. نمیفهمی چی قسم کار است؟ بریم بگو مسئولی کی بود؟ نمیفهم آمر صاحب، تصاویری که به ما رسیده همین است. مسئولینش همیشه میگفت که دوربینا زود مشکل پیدا میکنن. لعنت به چانس. چی شده بیادر؟ خراب است. تصاویر خرابی داره. 10 دقیقه از 10 دقیقه نیست، خدا لعنتش کنه. تصاویر تیر شدن موتر احمد است؟ نیست. احمد دینزیر 2 دقیقه شب از او جاده تیر شده. موتر از دور معلوم میشه. وقتی که میخوایم بزرگ نمایی کده پلیت موتر ببینیم نمیشه، تصویر گم است. ناامیدوار شده بودیم. در این زمانه به هیچ کس اعتماد نمیشه.
بخش تکنیک در جریان بود. ببخشید میخوایم ما ببینم. دختر خدا بسیار دوست دارم. بیبی خوشت آمد؟ بله. اوه دختر مقبوله. توقف کن. تصاویر دست خوردن. با کدام دلیل عمر؟ ببین بعد از رفتن موتر احمد دینزر تمام تصاویر وجود داره. کسی تصاویر قطع کرده اما در آخر خسته شده و کار خود به دقت انجام نداده. فهمیدی یعنی؟ ببین 2.7 دقیقه موتر احمد دینزر از اینجا تیر شده. محل حادثه بین این فاصله 33 کیلومتری است. سوال در چند دقیقه میره؟ سرک فرصت از با این موتر 15 دقیقه. 2:32 دقیقه میشه. ما 2:30 قبولش میکنیم. جنایت بین ساعت 3 و 3:30 صورت گرفته. تو بعدلی هم میره میگن 3:30 قبول میکنیم. 1 ساعت کم است. 1 ساعت چی کردن؟ از کدام را رفتن؟ شاید در شرکت وقت سپری کرده باشن. چی بگویم؟ بیا در اموت یک چیز در ذهنم آمد. ناخودآگاه گفتم. لطفاً عمر این قسم سیل نکو. پیدا میکنیم. بالاخره پیدا میشه. بیبی بیادر وقته تصاویر آمد باز رست حسین ازم خواست که خبر باتم. اگه نه بخواست خود خبر دادن نمیتونم. بیبی هرچی میخوایی از ما بپرس اما نام دوسیه را نگی لطفاً. فقط یک بار میخونمش. غیر از شخص مسئول کسی دیگه به دوسیه دست زدن نمیتونه. مرا جزایی میسازن. گفتن عمر نباید به دوسیه دست بزنه. بیبی لطفاً مرا زیر سوال نبر بیادر. اگه پلیس هم باشی بالاخره مقتول نامزد تو است. فهمیده شد. من خودم باید این دوسیه را بگیرم. بعد از شب حادثه کسی به اتاق پدرم داخل شده. پلیس ها بررسی کردن. کامپیوتر پدرت با خود بردن. کل چیز گدوت کردن. چیز پیدا کردن؟ نه خیش. یعنی کسی به ما چیز نگفته. تو خوب هستی؟ چند روز میشه که با هم گپ نزدیم. خوب هستم بهار. دیگه چطور باشم؟ تنها در اتاق چی میکنی؟ ما هم همراهت بیایم. نه بهار جان راستش من میخوایم کمپ تنها باشم. یعنی داخلن همیشه مردم میاین و میرن. کسی داخل نشه. درست است؟ ثابت شده که با یک اسلحه کشته شدن. یک جراحت‌های سیبل است. تو گفتی 2 روز قبل از حادثه با موتورسیکلش حادثه کرده بود. اما اینا تازه هستن. فهمیده میشه فقط کسی کش کرده باشش. باز به موتر بردش. چوکیری طرف بیار. چوکیری شده بیادر چی میکنی؟ اینجا بشی. بشه بیادر. حالا تو سیبل هستی. احمد دینزرام اینجاست. اشترنگام اینجاست. و ما قاتل. اوه بیادر زیاده روی نکو. اتو احمد دینزر روش طرف قاتل دور نداده.
نشان بیرون شدن مرمی در سر احمد و سیبل معلوم می شد. خون احمد برای سیبل پاشیده شده بود. پس خون سیبل کجاست؟ از اینکه به پیشانی سیبل فر شده بر از بین بردن سیبل، قاتل فقط 3 را داره. اگه از مقابل شلیک کرده باشه تق چی میشه؟ شیشه پیشوری مشکنه، اما او شیشه سالم بود. بله. خب حالا انتخاب دوم. به خاطر که قاتل فرار نکنه طرف او میره. تو چی میکنی؟ روی خود دور میتم. از این طرف شلیک کنه. اما در عکس خون سیبل یک قطران برای احمد نپاشیده. در محترم نیست. پس از این طرف هم بالای سیبل شلیک نکدن. پس یک انتخاب مونده. اول قاتل احمد از بین برده، باز بالای سیبل شلیک کنه. عکس شیشه پشت سر سیبل در بین اینا است؟ عکس شیشه پشت سرم نیست. نه خیر. با یک زاویه شلیک کردن تثبیت کردن نمیتونیم. نمیفهمیم که داخل موتر از بین برده شدن یا نه. گزارش را تکمیل است. حق با توست. البته که با ما است. خودم میرم میبینم موتر کجاست. تسلیم کردن. چی؟ چطور تسلیم کردن نه؟ آی بیادر نمیفهم تسلیمش کردن دیگه. احمقی چه قسم گزارش است؟ گزارش ناقص است و شما موتر قبل از وقت تسلیم کردین. چطور امکان داره؟ بیادر از مقامات بالای ما فشار است. زیاد فشار است. باور کو آدم پولدار است دیگه. یعنی میخواین که دوسیه بسته شود دیگه. من کوشش میکنم که حقیقت پیدا کنم. بیارتو ما باید اون موتر پیدا کنم که کجا مونده. با ما کمک کن تا بتونم نشانه از بین رفته موتر پیدا کنم. خب درست است بیادر. باش بپرسم که موتر کجا روان کردن. عکسای تمام نقاط موتر نیست. فقط که ازاتش مالا نجات میدادن. عکس‌ها رو پیش از پیش تسلیم کردین. به خاطر چی؟ عمر میخواستم برات خیرت است. خیرت نیست بیادر. موتر وقت تسلیم داده شده. همچنان گزارشو که دادن ناتکمیل است. ده همه بار گپ میزنیم که خودت آمدی. درست است. تو هم رای ما بیا. آمرت از وان زنگ زده. عمر نفر در پشت خط است. عمر بیبی آرام باش. درست است. درد ما زیاد است. خفه هستی، عصبانی هستی، اما بیش از حد فشار آوردن نمیتونیم. عامر صاحب خبر دادم 2 دقیقه بعد میایه. بچه شم. عمر اجازه بدی بچه ها کار خود با آرامی انجام بدن. اونا نمیتونن کار به درستی انجام بدن. قسم نمیشه. درست است. بیادر حق با توست. ما برشان میگم قبل از بسته شدن دوسیه کمبودی ها را تکمیل میسازیم. بیبی وقتی تو دقیق قضیه مداخله کنی باز عمر زیادتر مداخله میکنه. اجازه بدی ما اداره را به دست بگیرم. بله مشنوم عامر صاحب. زنده باشن. زنده باشن دوستا. زنده باشن. زنده باشن. اما رخصتی من شروع شده عامر صاحب. درست است. درست است. روز شبام بخیر. چی میگه بیا؟ او هم فردا. میگه فردا؟ نرو. پس فردا برو. کمی منتظر باش آدم احمق. برو مادرت بیبی شب باش باز برو. او رخصتی امنیت به من توفه داده. هیچ جای نمیرم. عمر نرو بیادر. درست است نرو. اما خود اذیت نمی کنی. آرام می باشی. دوسیه پیشی مست جانم. با بیادرت هم اعتماد نداری؟ چی میگه بیادر؟ مرا یک مرخصتی داده بودن اما حال مرا دوباره خواستن. دیگه چی میخواین؟ نمیمانن که من اینجا باشم.
یعنی از اینجا میری؟ حالا برام بگوین که موتر کجا است؟ به شرکت دنیزه تسلیم شده. درست است. زنده باشی. اگر وقت دارین میخواستم ازتون چند سوال بپرسم. خانم لیف البته بفرمایید، لطفاً بشینین. پدرم به غیر شرکت در بانک یا جای دیگه حیف داشتن آقا برا؟ متاسفانه معلومات ندارم. اگر می داشتن به خاطر میراث براتون خبر میدادن. ببینین من بسیار زود درباره میراث خانم شبنم باز براتون معلومات میتن. من زیاد وقت ندارم. با زودترین فرصت به پول هنگفتی ضرورت دارم. این امکان نداره. درست است. پس کمترین وقت چی وقت بودم میتونه؟ فعلا من چیز گفتن نمیتونم لیف خانم. چرا؟ با زودترین فرصت چی رو فروختم میتونیم آقا برا؟ لیف خانم میشه چند دقیقه بشینین؟ لطفاً. پدرتون تازه از دست دادین. میفهمم که نمیخواین نگه پارا بشنوین. آقا برو هر چی میخواین بگوین بدون آشروی گفتم میتونین. درست است؟ ببینین دهی اواخر کارا طبق خواست ما پیش نمیرفت. قراردادهای زیاده را از دست دادیم. یعنی از اول سال تا حال شرکت ما هیچ فایده‌ای نکرده خانم لیف. فکر کنم فهمانده نتونستم. ما عاجل با پول نقد ضرورت دارم. خانه را فروخته میتونیم، اسام فروخته میتونیم، هرچی لازم شده باید. خانم فعلا هیچ چیز را فروخته نمیتونین، به خاطر که خانه فعلیتان و خانه‌ای که دوانه است، ساختمان‌های شرکت تمامش در ضمانت هستند. یعنی صرف کرده بودیم؟ بله. متاسف هستم خانم. پدرم چطور تونست پنهان کنه؟ ببینین فقط از شما نه، آقا احمد از همگی پنهان کرده بود. هیچ کس نمیفهمید. فقط ما و چند همکارم خبر داشتیم. حتی زرین خانوم هم خبر ندارن. متاسفانه باید پول 2 کارت بانکی هم پرداخته شود که از یام زرین خانوم خبر ندارن. متاسفانه باید پول 2 کارت بانکی هم پرداخته شود. حتی زرین خانوم هم از این خبر ندارن. باید پول 2 کارت بانکی پرداخته شود. روز بخیر. بفرمایین. امروز امنیت به شما یک موتر تسلیم کرد. باید بازم بررسی شود موتر کجا است. یک لحظه. آقا مراد، موتر احمد خان کجا برده شده؟ پلیس میپرسه. موتر در توقفگاه است. توقفگاه هم در زیرزمینی همین ساختمان است. زنده باشه. الیف تو هنوز نرفتی جانم؟ بیا در اتاقم که قهوه بنوشیم. یک وقت دیگه بهار جان. خانه میرم، نباید مادرم تنها بنم. کاش که میتونستم کمکت کنم. یک چند روز پیش من باش، برات خوب است. بهار چطور میتونه مادرم تنها بنم؟ درست است، پس من پیش تو میایم. الیف میفهمم که حال وقتش نیست. چه قسم بگویم، اما امروز امنیت موتر پدرت روان کرد. راستش بسیار وضعیتش خراب است. بفروشیمش چی کنیم؟ نمیفهمم این که جگرخون هستن. منتظر آمدن اونا هستیم. آقا تاناران به زودی خواهد آمد. بسیار خوب. بیادر، من تحقیق خدا انجام میتم. میشه اجازه بدی؟ البته بفرمایید. زنده باشی. بفرمایید خانم لیف. کم دگام کار دارم، صبر کنین، من زود میام.
خسته نباشین. تو در اینجا چی کار داری؟ کارم تمام شد میرم. نمیتونی دستت تکان داده از اینجا بری، باید برام توضیحات بدی. منتظر هستم. اگر نه به پلیس زنگ میزنم. هیچ لازم نیست. حالا میفهمیم که لازم است یا نه. اونا خوب میفهمن که چطور از ذهنت گپ بگیرن. ما خودم پلیس هستم. ما احمق هستم. بله. اینه بیبی. بیبی. اما محل وظیفه اینجا نسوان است. درست شد؟ باید از اول میفهمیدم. وقتی آمدم چی رو میپالیدین؟ چیز پیدا کردین یا نه؟ آمدم بررسی کنم که از چشم پلیس چیز پنهان نمانده باشه. درست است؟ اگه پیدا کرده باشین هم نمیگین. دقیقا همه قسم است. خب اگه به کمک ضرورت داشته باشم چی؟ میفهمم همدیگر رو نمیشناسیم، اما حوادثی که سر خانواده‌های ما و شما آمده چیز ساده ای نبوده. در یک لحظه جوانه به یک نبرد تشکیل دادیم. مطمئن هستم هر دوی ما فقط یک سوال از خود میپرسیم. نامزد شما و پدر من همدیگر از کجا میشناختن و چرا کشته شدن؟ شاید اگه با هم جستجو کنیم جوابش پیدا کنیم. حق به جانب هستین. در امنیت با هم درست برخورد نکردیم. فراموش کنین، از نو شروع میکنیم. زندگی سرتون باشه. اگه متوجه باشین من از شما خواستم که به من کمک کنین. متوجه هستم. موفق باشیم. ما بسیار کار دارم. هرچی که پیدا کردن ما موقع فهمیدنش دارم. درست فکر کنم نفهمیدن. من پلیس هستم. اگه ثبوتم پیدا کنم مجبور نیستم با شما شریک بسازم خانم. اما محل کارتون اینجا نیست، خودتون گفتین. حالا به حوزه زنگ زده میگم شما ثبوت دوستی کردین. درست است؟ خوب است. سلام مرام برشون بگو. تو نگویی چی پیدا کردی رفتن نمیتونی. چی شد؟ تا دیروز خب بسیار مغرور بودی. با من باید بگویی که چی پیدا کردی. فهمیدی؟ میشه دست میلا کنی خانم. موفق باشی. تو بدترین انسانی هستی که تاله. دیگه خوش کنید اما قابلم نیایی. شنیدی؟ شنیدم. بله بیادر. هر دا وقت داری؟ دارم. گوش کن، یک محل حادثه دوم هم وجود داره. وقتی موتر دیدم در باره کاملا مطمئن شدم. اون آسیبه را در یک جای دیگه به قتل رساندن. به هر صورت بعداً زنگ میزنم. قطع نکن. گوش کن چی میگم. باید برای معلومات پیدا کنی که خانواده دنیزر چی کار میکنن و چی مینوشن و چی میخورن. اما عجله کن. تا شب کار خلاص میکنم. درست است.
بله عمر. پیدا کردم. در نزدیک همون چراغ، نزدیک همون جایی که محترشان پیدا شد. درست است، بیادرم یال اونجا بیه.